سبحان الله بحمده. یا طرف راته بچم، یا طرف راته بیا بیا شب جاتان نشینه بچم جان نشینه بیا. السلام علیکم. شما جاتان نشینه بچم، هر که جاتان نشینه رئیس بیا بچم شین. میکروفون ته رئیس است. شینه بچم شینه، گپ من همه تون شینه. من از هیچ کدام تا راضی نیستم که اگر یکی بیادب بکنه. همه تون جاتون شینه تون بچم. شینه بچم من. خوب اینجا رئیس ناحیه آمده است. این نماینده جناب عالی است. گوش کنید همچنان. شما یادم صبر کنید چیا؟ هیچی از دست اینا چیزی نمیبینم. من تیار هستم با قربانی شدن وقتی که اینا میخوام. اگر سید مکرم میخواه من برو حبس کند، من تیارم با حبس کنم. شما خاموش هستی. شما یادم خاموش هستی. رئیس گپ همکاران عزیز، میلیسیا باید موقعی که عصبش برام باشد بگیرین آخیمونه. همدیوران عزیز، برادرها، خواهش میکنم هیچ کس حبس کردنی نیست. من کفیل امروزه حقوق شما هستم همچون نماینده پرزیدنت. خب کنید یک مرتبه همه خیل کردیم بس التماس. من اون نفری هستم که نماینده پرزیدنت شما هستم. همدیوران عزیز، یگان نفر بدون قانون‌های امروزه، بدون کانستیتوسیایی که حقوق‌های ما را اعتراف میکند و حفظ میکند رفتار کردنی نیست. امروز ما برای اون نآمدیم که مثال دمروی کلان ما یگان فکر و عقیده دیگر گپ زنیم. دیگر نفرهایی که اینجا با آبروی نفوذ تمام جمهوری دارند یگان فکر و دیگر اندیشه کنیم. شنید شما همتون شنید. برای امینم ما برای او آمدیم که با شما یک بار آخری کنیم. وقت تنگ است برای امینم سخن با مفتی جمهوری تاجیکستان محترم عبدالقادرov داده می شود. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
برادران اهل اسلام، نمازگزاران محترم، حاضرین گرامی، البته ما و شما همه مهمان خدا هستیم. ما در خانه خدا هستیم و مهمان باید آداب مهمانداری را رعایت کند و مسجد جای بلند صدا کردن و بد گفتن و لعنت گفتن نیست. مسجد جای آداب و اخلاق است. اگر صورتی که آداب مسجد رعایت شود، البته مهماندار عزت مهمان میکند. اگر در صورتی که آداب مسجد رعایت نشود و مهمان آداب خود قدر خود را نداند، البته خداوند اون را قدر نمیکند. برای همین باید بدانیم که ما در خانه خداوند قرار داریم و خداوند همیشه حاضر و ناظر و آگاه از احوال و از قلب و از زبان و از رفتار و کردار ما و شما هست. و همین خاطر بسیار من همچون مفتی جمهوری تاجیکستان از همه شما خواهش میکنم، هیچ کسی رو ضرر رساندنی نیست، هیچ کسی رو آزار دادنی نیست، هیچ کس دشمنی کسی نیست. ما همه مسلمان هستیم، ما همه برادر هستیم، ما همه یکدیگر رو دوست می‌داریم، ما همه باید یکدیگر رو دوست بداریم. خداوند عز و جل میگوید استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همه برادر هستند. مادامی که ما و شما اعتقاد داریم و ایمان داریم و میگوییم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت، مادامی که این کلمه ها رو میگوییم به زبان و تصدیق میکنیم به قلب و عمل میکنیم، ما همه برادر هستیم. و پیغمبر علیه الصلاة والسلام میگوید والذی نفسی بیده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. پیغمبر علیه السلام در این حدیث میگوید هرگز داخل جنت شدن نمیتوانید تا زمانی که ایمان نداشته باشید و ایمان شما قبول نیست تا زمانی که اگر یکدیگر را دوست ندارید، احترام نگذارید و قدر نگذارید. برادران عزیز، از یکدیگر قدر ندانید ما پیشپا خوردیم و تا به حال اون خونهایی که ریخت خشک نشده است در پیش چشم ما و شما بود هست و دیار هست میبینیم. فراموش نکنیم. خداوند عز و جل بارها تاکید میکند افلا تعقلون، استعیذ بالله، افلا تعقلون، افلا تنظرون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، افلا ینظرون. بنابراین این کلمه ها ما را تشجیع و ترغیب میکند. میگوید آیا من به شما عقل دادم؟ این عقل همه ما و شما اعتراف داریم که این بهترین نعمت خداوندی است و انسان با عقلش از دیگر مخلوقات و حیوانات فرق میکند. این عقل است که انسان از دیگر رو فرق میکنند. میگوید من به شما عقل دادم، آیا این عقل رو استفاده نمیکنید؟ آیا شما اندیشه نمیکنید که این سخن و این رفتار و گفتار شما آیا شما رو وادار نمیکند؟ برادران عزیز، ما در مسجد هستیم. برادران عزیز، برادران اهل اسلام، برادران اهل اسلام، برادر عزیز احترام بگذارید. من اینجا علما هستم، علما هستم. مسجد از خانه خدا است. برادران عزیز، فراموش برادر عزیز، آرام باشید. هیچ گپ نیست، هیچ خبری نیست. همجاران عزیز شینه دوخه خواهش میکنم
ما باز یک مراتبه دیگر گپ میزنم که یگان نفر نسبت یگان نفر دیگر خصومتی ندارد اینجا. من یکم مراتبه قدی شما واخورده ایستادم، یکم مراتبه واخوردم. برای امینم برادرو ایستید. خاموش باشه چم گوش کنید بچه های خوشی شما خاموش باشه شما خاموش باشه رئیس میبخشه رئیس من شما رو به احترام نمیکنم شما اگر گپ زنه بچه های همه من از شما آب میکنم بازم میگم شما خاموش باشه من سبب اشان مفتی آمدن شب کنم اینجا نه ملیسا ها به کار میرد نه کگبه به کار میرد نه دیگر من نمیخوام که برای من شده شما ضرب کنید یا حکومت دارا اگه اینا شرمنده ها که خشان دنیا رو شرمنده کردن بس کنید بچه های خوش رو سبب این مفتی را ناموسش چیست؟ در روز در خانه اکای حاتم روز شنبه گذاشته ما یک محفل داشتیم خاموش باشه ما گفتم شما شنوید خاموش باشه محفل بود شما خاموش باشه شما رئیس من پرسیده می آمدی بعد و خود احمق بودم رئیس شورای شما استغفر الله بچه خاموش باشه یادم خاموش باشه روز شنبه گذشته بود خوب ما خانه اکای حاتم رفتیم یک جشن آرام بود من درباره محرم که سری سال نوی هجری بود صحبت داشتم و در آخر صحبت فقط برای شهادت حضرت امام حسین 2-3 صحبت کردم با این ایشان گرفتن یک دروغ در پای شیعه‌های برادرها بستند که گویا در محفل حسینیه که کربلا 2 میلیون آدم شرکت میکنه گفت که در محفل عاشورای اونها هر شرکت کننده $100 میدادیان با حتی قسم خانشی هم کرد خب من قسم ایشان باور میکنم زیرا این مسلمان است در سرش صلی به صحیح یا اون صلی علیه که در سرش زیرا که پیغمبر خدا گفتن کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع من خیلی افسوس میکنم که در خانه خدا در این منبر رسول اکرم خیلی بی آدابی شد خاموش باشه بچه های خوب خاموش باشه بشم خوب ایشان گفتن با ایشان اجازت من در صحبت کنم خوب صحبت کردن و دروغ شروع کردم من گفتم طاقت نکردم عادتا من طاقتی شنیدن دروغ ندارم گفتم ایشان مفتی همین گپ دروغ است نگو قسم خور نگو گفتم ایشان مفتی چرا میکنی تو در این گپ در دیگه موضوع با کاردار شدن خوب با کل حزبین به ما لدیهم فریحون تفسیر کردن با تحفیر خوشم نخواستگیشم کتی آخر گپ ما همه قشور که موضوع شما اگر ناموسی اسلامی می داشته شما اگر رفت و ناموسی مذهبی می داشته همون روزی که قانون حکومت درباره منع جوانای تا 18 ساله برآمد تو همون روز وظیفه مفتگی تو می سپاریدی میگفتی من این عار به خودم تا قیامت قبول نمیکنم همین قیدب شد دیگه اینا خاموش شد من خاموش شدیم خوب در باب عقیده با صحبت کردیم همین خیلی پراکنده شد رفتیم شورای علما رو دعوت کردیم اولش که شورای علما برای من قدر ندارد من از خدا میترسم گوش کنید بچه‌ها گوش کنید دویم که در شورای علما داملا محمدی شرکت نداشت تلفنی به من صحبت که حضرت ایشان میبخشید نام من نوشتند من هزار از او شورا هم بیزار هستم از او قرار قبول کردگیشان هم بیزار هستم ایشان علامه هم خوب گوش کنید بچه‌های عزیز خوب ما 50 سال است من با مکرم میگم اکنون برای من این دیگه مفتی نیست من برای مکرم میگم 50 سال است خاندان ما عاشورا میکنند در زمانی که شوروی حکومت سوویتی بود حضرت قبلگاه ما در یک جمعه ماه محرم از معدنی حال حضرت امام حسین میخواندن اشک میریختن 20 ساله از سال 98 من آمدم شما که عاشورا دارم 3 ساله که در اداره قاضیات بود ماه محرم درباره تاریخ حسین من صحبت میکردم برای چه اونجا دی اختلاف پیدا نشد و عداوت پیدا نشد امروز مکرم عاشورا رو سبب اختلاف دانست برای چه
بچه رو خلق کنیم. من از شما میدانم که شما برای من همونطور تیار هستید. اگر یکی شما اگر یه حرکتی بیجا کنه والله خدای من از شما بیزار است. من از شما بیزارم. خاموش باشه. خوب اگه حرمت کرده آمد یار اودش که رئیس ناحیه نمی آمد. اگر رفتم مسجد ما رو محکم کردنش در کار میشه. من خودم الان اعلام میکردم که از همین روز مسجد ما بسته است. اگر رفتنی من در کار میبود منو فیراد میکرد یا همون نامرد مکرم فیراد میکرد میگو باهایشان اگر شما رو حکومت راضی نیست امامتان در به جنجال سپاری من نمیامدم. لیکن بازم میگیم حکومتدارای محترم ما اعلام میکنم این مسجد ما اند بستنش راضی هستیم. دیگر کسی نمیمونه خطیب شود 5 وقتش میکنیم نماز آرام میخونیم. لیکن بازم اعلام میکنم من تا امروز گوش کنیم بچهای خوشم 2 سال است که جناب عالی ما تا 20 سال بود ما حرمت میکردیم. همیشه در حق جناب عالی همین منبر من دعا میکردم. شما هستید همین دیروز در روز عاشورا در حق جناب عالی دعا کردم. مانند مکرم بار افلاسا در اطراف رئیس جمهور جمع شدند. بیچاره رئیس جمهور بیاروب کرد. همینها مشورت دادن روی مال دخترای ما رو گرفتن. همینها مشورت دادن بچه های ما رو از مسجد. امروز نسبت رئیس جمهور در دل مردم شبهه پیدا شد. نسبت رئیس نباشه همین ما رئیس جمهور رو دوست می داشته. هیچگاه عاشورا سبب اختلاف نیست. عاشورا والله سبب وحدت است. عاشورا سبب پیدایش محبت است. تمام فقهای ما من به مکرم سوال میتیم. عبدالرحمن جامی در 7 رنگ عاشورا رو گفتگی است. امام حضرت شافعی را بچه‌های خوب کنی اکنون من نمیخواستم همین گپ بگم اگه خودش آمد مون رو پروی خودش گم این اگر علم داشته باشد با من از روی علم بحث کند. عبدالرحمن جامی چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی رو گوش کنید چی میگوید؟ عبدالرحمن جامی میگوید حق در آنجا به دست حیدر بود جنگ با او خطا و منکر بود. مگر عبدالرحمن جامی شیعه شد؟ مگر عبدالرحمن جامی از مذهب حنیفی برآمد؟ حضرت امام شافعی رحمت الله علیه اشعارش ما برای محفل عاشورا میکرد. آلی در بیانیه دینش من خواندم گویا در سمرقند و بخارا در هیچ جا عاشورا این دروغ میگه والله در تمام خاندان تاجیکا واقعی حضرت امام حسین میخواندند. من خوب میدانم حضرت حاجی نامور استاد ما بود در ماه محرم رفتم نورالابصار خواند ایستاده است. بالای حضرت چشماشان پری آب دیده بود. حضرت عینکشان گرفتن گفتن نورالدین گفتن نورالدین گفتن اگر من به جای معاویه میشدم سگ خاندان پیغمبر از خود بالا من گوش کن بار دیگر میگه این سید نیست. اگر این سید نشد خونش برای حسین نجوشید. این جهود است نه سید. بچه های کشتبه ازام میگن جمعه میخوانیم همه تا خدا نگاه برو ایرویتون شیلاب مهمانا میروند همه شیلاب مهمانا میروند بخیر مهمانا را بکشه فقط رئیس ناحیه دو سخن میگوید چینتون مهمانا رفتن رئیس ناحیه خواهش میکنیم احترام کنه شینه رئیس ناحیه صحبت میکنن. همجوران عزیز یک لحظه من همچون رئیس ناحیه همین خیل بر اومده رفتن نمیتونم گوش کنید یک لحظه گوش کنید برادرم همین معمایی که شد در بین این بحثی علمی هست
گوش کنید بچه‌ها من همچون رئیس ناحیه خیال نکنید شما که ما اومدیم مسجد میبندیم و هوکازو تو همین معما حل نشود یگان کس یگان کار کردن نمیتونه. ما روزی گذشته حاجی اکبر تورجانزاده خطی صحبت 2 ساعته داشتیم راه حل همین معما را یافتنی هستیم. ما مصلحت کردیم که حاجی اکبر تورجانزاده با رئیس جمهور وام میخرن که همین نافهمی ها رو ما باید از بین بریم. کی هستن شما و کی هستن ما و کی هستن تورجانزاده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فردی همین جامعه هستم، همین فرزندی همین دیار هستم. من نمیخواهم که یک مسجد بسته شود. ما صحبت کردیم با دوملای محترم، صحبت کردیم که باز 10 تا مسجدی که در اونجا نماز جمعه گذرانیده می شود اجازت بتین ما 10 تا مسجد دیگر اجازت بتین. امروز در 14 نقطه نماز جمعه برگزار گشته شده است. باز 10 تا دیگر 24 تا مسجد حاضر ما اجازت میتیم نماز جمعه را بگذرانیم. این باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این معما است. معما یک چیزی سربسته است. این معما را ما حل کردن نمیتونیم برای که از علم دین دورتر هستیم. برای من خواهش کردم و یک مسئله معین اومده که تورجانزاده اکبر با رئیس جمهور و میخرد میفهماند میره همین همش برطرف میشود. اساسی همه کارا تینجو و آرومی هست برادران. یک دیگر فهمی هست، ننگ ناموس هست. خواهش میکنم من همچون دشمن شما از اینجا برآمدن رفتن نیستم. مرگی ما برسد.